زمانه میتونن این جمع کنسل کنن. امروز هم شروع کردن منو تحت فشار قرار دادن که آقا بپذیر و الا طردت میکنیم و الا بی‌آبروت میکنیم توی جمع. باور کنید من اومدم بین شما حرفامو زدم، گفتم برید به مردم بگید اگر مردم میخوان بیان میاد، این جمع مال مردمه. درود بر تو. خب بس ساکت باش، کسی رو نبوده رفت. 8 روزه هر کسی هر خانواده سیاسی از هر تفکری مدرس خواهش کردم پشت هم کنار هم بیستیم. همتون شاهدی، از همه خواهش کردم، با همتون با بهترین نحو دارم صحبت میکنم، با هیچ کدومتون هیچ مشکلی نداشتم. ولی الان ازده اومدن چند نفرن، 3-4 نفرن بیشتر نیستن، میگن اینجا رو باید تعطیلش کنیم چون جذابیت نداره، چون مردم خیلی هم میخوام انتر و منتر میشن، الاف میشن. این چرت و پرتا بهانه اینجا تعطیل نمیشه. چیکار می‌کنی؟ خوبی؟ آره دارم اومدم بالاخره برادرای رفتم. ولی سیزاد تو نکشید بله. سیزاد تو نمیکشه. ما نمی‌خوایم سمت خوب پیدا کنیم واسه حمایت از یه آخوند دیگه. هر شعاری که مردم ایران میدن، شعار امروز مردم ایران انتخابات باطله، رهبر قاتله. بله. شعار امروز ایران این بوده. اگه میخوای شعار امروز ایران رو بدونید این بوده. یا فردا لازمت نمیشه، نمیخوای مالکی؟ الیه من نمیخوام بگم، من خواهر شایدم 2 روز دیگه هم باید برم ایران. یه مکبر علی گدام بس نترسید ما همه با هم هستیم، نترسید ما همه با هم هستیم. ما رو برمیدارن همه جای انگلیس بیارن اینجا پولشو دارن میگیرن. نمیذارن برای اینکه من عکس خامنه‌ای گرفتم عوض نکرد گرفته بالا انداختن حرفای قشنگی میذاشتن. بازیش اینا همه از خودشونه، همه اینا حقوقشون رو گرفتن اومدن اینجا وایستادن. دارم میگم خامنه‌ای دلیلش چیه؟ به خدا من 4 ساله دارم میام، 4 ساله دارم میام اینجا. این جمعی که الان این هفته اومدن هیچ کدومشون توی تظاهراتی نبوده. بله همه بگیرن رفتن جانیان، همه دارن رئیس اسمت موسوی کروبیه. بله
شما تو جمع چند نفرتون اومدین از جمهوری اسلامی دفاع کنین؟ هیچ کدوم. چرا نمیذارن حرفتون رو بزنید؟ مگه آزادی نیست؟ اونایی که بلنگو دستشونه یا تاریخ‌های سیاسیشونه بگن. کسی که یه هفته قدیر رژیم باشه رژیم باشه موسوی کنارش باشه. رژیم باشه موسوی بیاد ما پولامونو بگیریم. پولامونو بگیریم. همین الان تو مجمع به 5 تا پنسیون دادن. حسین اینجا گرفتن. حسین که حالی نبند بابا دیگه. شما پول دیگه عزیزم پول از کجا میارم؟ پول از کجا میارم؟ آمار جمهوری اسلامی 10 نفر کشته بوده 100 نفر مردن. الان وقتشه. الان دارم مردم شورش کردن. دارم سوق میدن. انقلاب و مجاهدین درست کردن. خمینی از کجا اومد؟ الان وقتشه. جرقه زده شده. واسه اینکه واقعیت باید الان جوونای ما دارن میجنگن. واسه چی ما نجنگیم؟ برای چی ما نجنگیم؟ برای اینکه ما واسه چی ما نجنگیم؟ برای چه ایرانیه؟ میگه برای چه ایرانیه؟ میخوایم بلنشیم داد بزنیم درود بر احمدی نژاد. دوست داریم؟ داد خدایا مردم وایسادن نگاه میکنه. 15,000 پول من خودم Goodbye. هستم بابا زیادم ولشون کن. Start moving along, people, please. Thank you very much. Thank you for your time. Thank you for your cooperation. آقا ایشون من داشتم سوال میدادم
رفع پلیس گفتش که اینو ببرون همین آقا همین آقا همین آقا رفع پلیس گفت این آقا داره مرگ بر جمهوری اسلامی میگه پلیس اومد منو برد برو مرگ بر بسیجی هم برو مرگ بر بسیجی مرگ بر رسالت بکنید رسالت بکنید